حالا دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن در مورد اوکسید. حالا این ویدیو خفن اسمش رو چی بزنیم بای اوکسید یا طرفن اوکسید، حالا با خودتونه هر جوری میگم. آقا من اول بیام یه تغییرات آپدیت نشونتون بدم. تغییرات آپدیت تقریبا نه خوب نه بد، فقط اسکین اضافه کرده. یعنی واقعا چیز خاص گان چیز واقعا زیاد خاص اضافه نکرده. واقعا فقط اسکینا رو اون زمان مستقیم خریداری میکنید، ولی الان دیگه باید اینجا سکه خریداری کنید و از طریق سکه بخریدشون که واقعا سکه الان خیلی گرونه. تقریبا 40 تا سکه میشه $6 که واقعا دیگه خودتون از یه حسابی محاسبات ریز انجام بدید میفهمید چقدر میشه. یعنی خیلی گرون شده. حالا یه روش دیگه هم هست که شما مثلا بیاید اینو مستقیم خریداری کنید که اینجا هم توجه کنید گذاشته. مثلا اگه بخوای با اسکین اسنایپر اسکین، حالا این کلاه من اسمش درست نمیدونم، اسکین رو بخوام مثلا نود $10 دیگه تقریبا $10 براتون در میاد. حالا اینجا مثلا $20، اینجا مثلا بازم $10. حالا اینجا اینو نمیدونم بشه خریداری کرد و نکرد، ولی اگه خواستید خرید بزنید بهترین سایتی که بهتون پیشنهاد میکنم آسان جمه که واقعا تقریبا 2 روز طول میکشه که مثلا اگه مثلا بخواید اینا رو خرید کنید ستا رو 2 روز طول میکشه بهتون به اکانتتون بده. و اگه بخواید سکه خریداری کنید هم فکر کنم 2 روز رمز جیمیل باید بدید. آقا یکی تغییرات دیگه اینه که سرورهای پرام اضافه شده، یعنی بیشتر شده، اضافه که درس کنم بیشتر شده، سرور سبز هم بیشتر شده و اینکه یه تنظیمات تقریبا تغییراتی توش ایجاد کردن. تنظیمات توش تغییراتی ایجاد کردن که واقعا تغییرات تنظیمات بدکی نیست ولی میتونست بهتر باشه برای این بازی. حالا آقا بریم سراغ بخش دوم ویدیو که در مورد ترفند اسکرپ. آقا اینو اولش من بگم که آقا اصلا نمیشه یه باگ حتمی 100% برای گردونه گذاشت. گردونه خودتون میگه احتمالات، یعنی آقا 90% به شانس داره. حالا درست اون 10% هم به اون تجربه که از گردونه کسیاری ربط داره، ولی آقا مثلا من نمیتونم بگم تو 100 مثلا آقا سرور تستی من که رفتم توش تست کردن 121 من نمیتونم بگم تو 121 حتما بعد از 5 میاد. مثلا تو هم برای تو سرور و فرض مثال 80 اینو تست کنی همین دیگه. واقعا این یه خودت باید اینجا، ولی خب اینو بدونی بیشتر موقع ها یک احتمال بیشتر تو کل سرور ترفنده هایی که میخوام بگم یعنی یک بیشترینه. یعنی مثلا اگه یک افتاد احتمالاً بعدیش یک و بدترش. انا مثلا توی سرور من 3-4 بار پشت هم یک میاد، یا مثلا یه بار یک افتاد یه بعدیش احتمالاً 10 است. مثلا حالا نمیدونم این باگ تو سرور شما کار کنه، ولی مثلا کنار مثلا وقتی یک بیاد کنارش 10 باشه احتمالاً بعدیش 10 است. اینو من خودم چندین بار امتحان کردم و تو سرور خودم که 121 شده. حالا تو سرور شما نمیدونم. آقا یه چند تا نکته دیگه بهتون میخوام بگم اینه که کار داره، یکی زیاد میبنده گیرش میاد، یکی زیاد میبنده گیرش میاد. آقا مثلا یکی که من میگم یک رو گذاشتم رو یک مطمئنه که میگه آقا یک میاد ولی یک نمیاد. و این مشکل اینه که گردونه به این که تو زیاده بندی حساسه، یعنی وقتی زیاد میبندی برعکسش انجام میشه، یعنی همه‌شو میباخت. حالا من نمیدونم چرا اینجوری تنظیم شده ولی خب قانونش اینجوریه. حالا بعضی زیاد میبندم میشه، بعضی زیاد که میبندم میشه، حالا دیگه اونم دیگه ربط به قانونهای گردونه داره. ولی آقا اگه خواست مثلا کار داره، یکی مثلا با 100 تا میخواد شرط بندی کنه خب میتونه 20 بذاره رو اون عدد مورد نظرش. یکی هم که میخواد کم انجام بده، یعنی مثلا کم شرط بندی کنه، میتونه مثلا 25 تا اسکرپ رو برداره 5 تا رو هر عدد بذاره. اینم واقعا خوبه. بعضی موقع مثلا رو روز 20 میفته 10 میفته که واقعا از من بهترین فکره. و اینکه آقا اگر خواستید مثلا با یک گردونتون تو سرورتون مثلا من میگم آقا بعد از این میاد، بعد از این فلان میاد، بعد از این میاد، حتما تو کامنت ها بگید، حتما تو کامنت ها بگید چه سروری پلی میدید. اگر خواستید همونجا هم تو کامنت ها بگید. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. امیدوارم حالتون خوب باشه. حتما لایک کامنت سابسکرایبتون نره تا ویدیو بعدی. خداحافظ. حتما تو کامنت ها بگید ویدیو بعدی چی باشه. خداحافظ.